خیلی خوش اومدین. قدم سر چشم ما مخلص شما. باید تو ترحتینا خدمت میرسیدیم. مشتاق دیدارتون هم بودیم. بله دیگه امر خیر بود گفتیم مزاحمتون بشیم. ولی چقدر تو زحمت افتادیم. به خدا راضی نبودیم. ما خیلی خاکی هستیم اصلا. نه بابا نفرمایید، ما مثل خودتونیم، خاکیم، همینجوریم، راحت بشیم. بفرمایید. خواهش میکنم با اجازه شما. بفرمایید. من توی زندگی همیشه اعتقاد دارم که هیچی بهتر از صداقت نیست. من و همسرم همیشه صادق بودیم، هم با بچه‌هامون هم با اطرافیان. اینکه چه بهتر الان زودتر بریم سر اصل مطلب، متوجه بشیم کدوم خانواده چی داره، کی چی نداره. هیچی به هیچی، ما هیچی نداریم. بله به سلامتی. بله بفرمایید. خواهش میکنم. راستش کارت پایان خدمت برای ما خیلی مهمه. درسته. آقازادتون کارت پایان خدمت رو دارن یا نه؟ نه دیگه، نه کارت پایان خدمت، نه گواهی نامه، نه بیمه، هیچ کدومو نداره. فقط دختر شما رو خیلی دوست داره. خب ایرادی نداره. دوست داره ازدواج کنه، جوونه. ایرادی نداره. این روزا همه سربازی رو میخرن. بله اتفاقا میخواست بخره ولی با کدوم پول؟ این شد که نخرید دیگه، نتونست. ببینم دانشگاه که رفتن. نه دیگه نرفته، چون میخواست کنکور شرکت کنه. راستشو پول بگو نداشت. بهشون. بله پول آره. نداشت، این شد که نتونست دفترچه بخره. دیگه شما که غریبه نیستین، هیچی بهتر از صداقت نیست. پول نداشت تمبر بگیره بچسبونه رو پاکت بفرسته ثبت نام دانشگاه. عجب. بله. خب حالا همین که نباید درس بخونن. درسته. شغلشون چیه خانم؟ شغلش من هیچی بهتر از صداقت نیست. بذاریم من همین اولش بگم هیچ شغلی نداره، هیچ افق نگاهی هم نداشته. یعنی از قبل به آیندهش هم فکر نمی‌کرد پسر من، هیچ وقت هم فکر نکرده. به هیچی هم علاقه نداره، هیچی به هیچی، اصلا هیچی نیست. خب پس وضع مالیتون باید خیلی خوب باشه که نه کار داره نه دانشگاه رفته. نه اصلا نه، من هیچی بهتر از صداقت نیست خدمتتون بگم. نه ما پول نداریم، هیچی. منم مثل پسرم هیچ افقی نداشتم و هیچ آینده‌ای، نگاه به آینده و علاقه‌ای به هیچ شغلی هم نداشتم. چی بهتر از صداقت؟ هیچی به هیچی. اصلا رو پای خودش وایسه. بله میخواستیم رو پای خودش وایسه پسرم، بهش هیچی ندادم، اونم که نمیتونه واسه. یعنی نتونستن رو پای خودشون بیستن؟ نه هیچی بهتر از صداقت نیست. نه اصلا پا نداره پسر. ما تکیهش میدیم به دیوار که آفتاب بخوره صبح دم پنجره. هیچی نداره. خب هرچی ما مهریه سنگی میذاریم به خب هر آخه خودتون رو سبک میکنین، نه که هیچی نداره بعدا نمیتونه بده، شما دستتون به هیچ جا بندی. هیچی هم بهتر از صداقت نیست. ما آدرس مشخصی هم نداریم که شما بخواین دنبال مهریه باشین. 2 تا جوونن، هیچی به هیچی. عجب بابا، آخه هیچی به هیچی هم که نمیشه. آخه ببینید خرید عروسی، حلقه، کلشلوار، آینه شمدون، هیچی. نه هیچی. نگیری یا گردن نگیر. نه نداریم. من هیچی ندارم. شما جیبای منم بگردین هیچی به هیچی. ما کلن هیچی نداریم. ای بابا چیه اصلا؟ من ازتون عذر میخوام ولی خب این تنها کاریه که از دست من ساخته. دست شما درد نکنه. واقعا ممنونم. متشکرم. این ظرف میوه‌م قابلتون رو نداره. خیلی متشکرم، واقعا لطف کردید. بس هر وقت که نوبت دختر بعدیتون شد، وقت ازدواج شد که خبر به ما بدین، خدمتتون برسیم. فعلا خبری نیست، تماس میگیریم. بله تماس. اون شماره‌ای که از ما دارین صادقانه عرض کنم خدمتتون، تلفن همسایه بالایی مونه. شما زنگ بزنین بگین با خانواده موکت پور کار دارم، ما رو صدا میکنن. ما تا این هفته تو زیرزمین هستیم، از هفته دیگه هم یا سر کوچه یا جلوی در میشینیم، خبرمون کنیم. گلو میخواین؟ نه بفرمایید خانم. با اجازتون. خیلی ممنون، لطف کردید. خیلی خوش آمد. بیا خیلی خوش آمد.